هفته خبر تو خبر داره براتون از طوفان قیام در عراق و لبنان و آخوندهای هراسونی که میخوان اوضاع رو عادی جلوه بدن. امروز یکشنبه روند رو به رشد و بازگشت آرامش به تمامی مناطق بغداد آغاز شد. عجله الحیات استمر. روال زندگی عادی دوباره از نو شروع شد. امروز حتی مدرسه ها که یک هفته تعطیل بودن بازگشایی شدن. اما این خیالای خوش آخوندی زیاد دووم نمیاره و به سرعت چرتشون پاره میشه. این زردک نظام هم میخواد با قمپوز درمانی ترس بسیجی ها از وضعیت درام منطقه‌ای رو بپوشونه. آیا واقعا یه حرف امام تحقق پیدا کرد راه قدس از کربلا میگذارد؟ آیا قبول داریم که امروز عقبه جهان اسلام ما از شبه قاره هند تا مدیترانه تو زمین وصلیم؟ خبر نداره که دوره بخور تموم شده و حالا زمان کله پا شدنه. توی این اوضاع و احوال سایت خامنه ای هم یک کلیپ منتشر کرد تا ضمن نن من قریبم بازی از دغدغه های عظما در این شرایط رونمایی کنه. چند نفر از فرماندهان ارشد بسیج مردمی عراق موسوم به 8 شعبی مورد سوء قصد واقع شدند و در همین حین هم به کنسولگری ایران در کربلا توسط عواملی فرصت طلب حمله می شود. رهبر انقلاب اما طرف مردم عراق و لبنان را می گیرند. اما دغدغه اصلی رو باید از زبون این حجت الاسلام شلغم شنید که ترس اصلی آخونده از قیام‌های منطقه‌ای رو برملا میکنه. خیلی حساسه. ممکنه در داخل اینا هدفشون هم ایرانه. اگر در لبنان آشوب کنن هدف ایرانه. میخوان حزب الله رو تضعیف کنن. اگر در سوریه جنگ به وجود میارن میخوان جبهه مقاومت رو بشکنن. اگه در عراق میخوان یک ملت متحد به ایران رو از ایران دور کنن. خیلی باید هوشیار باشید. بله، عظما اون چنان پس گردنی خورد که خودش هم نفهمید از کجا خورد. از اونجایی که عظما نه راه پس داره و نه راه پیش، این بوزقلمون عمامه‌دار رو فرستاد تا با دجالگری دست به دعا برداره. خدایا مشکلاتی که در کشور همسایمون عراق عزیز پیش آمده است برطرف بفرما. دعای آخوندا برای مزدوران عراقیشون، اونم تو این شرایط یه چیزی مشابه نردبون گرفتن این بابا برای رفیقشه. این هم یک numune از راه حل‌های ولایی برای حل مشکلات مردم لبنان. تنها پناهگاه و مأمن مردم لبنان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان و سایر فرق و اصحاب ادیان پناه بردن به سید مؤمن مدیر و قهرمان دنیای عرب آقای سید حسن نصرالله است که خدا حفظش کند. این حاجی مشنگه فکر کرده با این نوع قرض دادن ها میتونه مزدوراشو تو لبنان از مهلکه در ببره، اما خبر نداره که الان دیگه نوبت چپ کردنشونه. این هم پاسخ مردم لبنان به راه حل های آخوندی. حالا درست وسط همین بزبیاری‌های منطقه‌ای عظما، شیخ فری هم به صحنه اومد و از برداشتن گام 4 خبر داد. فردا که من امروز ابلاغ خواهم کرد به سازمان انرژی اتمی ما، سازمان انرژی اتمی ما از فردا یک
گام چهارم و گام جدید برمی‌داریم. البته هر کی ندونه، شیخ فری خوب میدونه که این گام ها برای نظام حکم خودزنی رو داره. شیخ فری بعد از برداشتن گام چهارم راهی یزد شد تا یه بازارگرمی کنه، اما اونجا هم توپوزی خورد. صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما این هم پاسخ مردم به خالی بندی های شیخ فری. خلاصه این که شیخ فری بین زمین و آسمون مونده و خودش هم نمیدونه چی کار باید بکنه. مشنگستان این هفته رو با جنگ و دعوای این مشنگا در استبل ولایت آغاز میکنیم. بنده 15 دقیقه وقت دارم، 20 نکته هم در محاسن این پیمان 7 دقیقه وقت دارید آقای حاجی. نه چرا ریس؟ شما که قانونگرا هستی. این تشخیص ماست دیگه. نه تشخیص شما به درد خودتون میخوره آقای رئیس. این نامه است. این نامه هرچی هست بخونید. متن این نامه رو حق دارید. نه بی خود میگید آقای رئیس، اشتباه میکنید. خیلی ممنون از ادبیاتی که به کار میبرید. نه خیر، این نامه صراحته. دیگه انگلیسی که نیست که فارسیه. حالا بزنید ما 7 دقیقه دیگه ولی بهتر با ادبیات. نه با ادبیاتی مثل شما صحبت میکنید. من میگم با آینامه میگه 15 دقیقه. شما چرا نگفتم بی خود کردید، ولی شما ادبیاتی به کار میبرید که برازنده. شما وقتی حق نماینده رو میخواید نادیده بگیرید. بفرمایید حالا حرفتون رو بزنید. بله. 7 دقیقه دیگه ما به اصطلاح فرصت داریم. نه شما نمیتونید. اگر اینطور اصلا صحبت نمیکنم در اعتراض به این موضوع. چرا شما حق نماینده رو میخواید از بین ببرید؟ تو وضعیتی که بسیجی‌ها تو نظام به شور افتادن، این حجت الاسلام پهنیان تازه یادش افتاده که مشکل تو آموزش شعار مرگ بر آمریکاست. تو مملکت جمهوری اسلامی ایران شاید یک قدم برای تبیین فلسفه مرگ بر آمریکا نهادهای فرهنگی زحمت نکشیدن. ما تو آموزش و پرورش 12 سال به بچه ها یاد نمیدیم دشمنت کیه. به خدا هر چی خدا یاد بدیم عین بنی امیه تعلیمات دینی دادیم. حالا این شما و این آموزش فلسفه شعار مرگ بر آمریکا در مدارس رژیم آخوندی. این هم یه جوجه طلبه که کلی به مغز نداشتش فشار آورده تا یه متد آموزشی جدید به کار بگیره. نتیجه شده این مسخره بازی. این دست جمع با هم بریم کربلا، اللهم ارزقنا قیمه بادمجون، هر روز ببوسیم دستی بابا و مامان جون، اللهم ارزقنا گوجه، خدا ببی زنا بده زوجه، اللهم ارزقنا تره، آمینی بلند یادت نره. این یکی هم دیده بازار روزخونی خیلی کساده، یه نوحه درست کرده تا از روزه و گریه‌زاری دفاع کنه. میگن روزه دل مردگیه، میگن گریه افسردگیه، اتفاقا روزه نور میده دلا رو، اتفاقا گریه میبره بلا رو، اتفاقا.
حالا از جوجه طلبه ها و جوجه روزخونا میرسیم به یکی از کهنه‌کاراشون که هر بار برگای جدیدی در عرصه دجالگری رو میکنه. اوی خورشید، بله قربان، بله مولای من. گفت امامت که؟ گفت شما. گفت خدا گفته کی بر تو ولا داشته باشه؟ گفت شما را خدا گفته از ولی منی. گفت من بهت میگم برگرد واسه اینجا وقت نماز عصر بخونم و بعد برو. گفت چشم مولای من. خورشید و برگردوند و ورد نیگرداش اونجایی که وقت نماز عصر است، نماز و خون فرمود حالا میخوایی بری برو. اما یکی از مشنگای شاخدار این هفته وزیر ارتباطات شیخ فری بود که میخواست یه لایو بذاره و وانمود کنه از شیوه‌های مرسوم استفاده میکنه. خب شایان یه جوون 23-4 ساله است. حالا نمیدونم الان مشکلی در برقراری ارتباط باش به وجود اومده. اما به ناگهان دستش رفت رو گوشی و معلوم شد یه سیستم فیلمبرداری حرفه‌ای پشتش هست. حالا یه سری به جدیدترین دستاوردهای نظام در زمینه رونق تولید داخلی بزنیم. دیروز از دیجیکالا یه موس تسکو خریدم که ساخت ایرانم بود. خوشحال و خندان امروز بازش کردم، استفاده کردم، کیفیتش بد نبود. بعد چند دقیقه این برچسب زیرش نظرم رو جلب کرد که روش زده بود مید این ایران. دیدم داره کنده میشه، کندمش. بعد دیدم که زیر این نوشته بوده میدین احتمالاً چاینا. بعد با یه چیز شبیه تیغ روش رو تراشیدن که معلوم نباشه تولید کجاست. دلیل اینکه بین مردم کالای ایرانی جایگاه خودشو پیدا نمیکنه همین کاراست. این کارگزار نظام هم میخواد خودش رو کارشناس معرفی کنه، اما به رادار میگه راهدار. بامداد امروز جمعه پهباد ناشناسی به ماهشر و بندر امام نزدیک میشه که خب راهدارای پدافند هوایی ارتشون رو ردیابی میکنن و اونایی که سوالشون شده که چطوری یه دکل تو نظام غیب شد این قسمت رو خوب تماشا کنن. آموزش غیب کردن پول به زبان ساده. 1 2 3 4 5 6 7 است جلوی دوربین. خدمت شما. شما 7 تا تحویل شما. 1 2 3 4 3 تا رو به راحتی بردی. آره در پایان توجه شما رو به ابتکار یه هموطن جنوبی جلب می‌کنیم که برای تبلیغ محصولش کلی حرف برای گفتن داره. فلافل ما حاوی امگا 3 برای از بین بردن چین چروک صورت، درمان روماتیسم، درمان تیروئید، برنده کردن پود. چون فلافل ما فلوراید جهانی گرفت برای از بین بردن سکته قلبی، سکته مغزی، حاوی پاتولوژی برای درمان کبد چرب، برای هپاتیت، برای ایدز، هر مشکلی تو زندگی داره. چون 80% فلوراید کشور، 80% اورانیوم غنی شده کشور تو فلافل ما تجزیه شده. چون کره زمین با حرکت گردن ما تابع می‌کنه. چون فلافل ما حاوی گهواره سخنگو برای نوزادان، صندلی تاشو برای مادران، مجهز به جی پی آر اس ام اس برای درمان روماتیسم، درمان تیروئید. بیا. اصلا یه تیکم بیا. دیگه تو که نرفته دیگه. نه همینه. آبادان در فلافل کشور.